آقا امشب میخوایم پا تو کفش اتبا بکنیم و نظام ولایت رو ببریم زیر سیتی اسکن. یعنی میخوام علی گدا رو دراز به دراز بخوابونم، سونوگرافیش کنم ببینم مرضش چیه. خب بریم ببینیم تو اندرونی درب و داغون ولایت چیه میگذره. آقای رئیس فرمود که امروز در کشورهای اطرافمون بدترین شرایط نسبت به ماست. من دارم بعدن یعنی هنوز اونایی که یا اونی که به من میگه خائن، اون کسی که به شما میگه من با مذاکره زیر سایه تهدید موافق نیستم، یک کلمه بگه اون به شما میگه خائن. اون میگه من از زبان اون میگم. بدانید اگر فردا اون خودش زبان برای این نظام به به علی گدا قربونه همه جانت بری با این مجلست. مثلا قرار بود این جلسه غیر علنی باشه، اما نماینده های از فیلتر گذشته خودت دوربین اندوسکوپی و سونوگرافی رو بردن تو اندرونی ولایت و یه گزارش تصویری از وضعیت درب و داغون نظام ارائه دادن. البته این داستان فقط مال پشت پرده نیست، جلوی صحنه دست کمی از پشت صحنه نداره. چه کسی از مردم در سالی که نام همزبانی و همدلی بر پیشانی دارد علیه رویکرد دولت در مذاکرات هسته‌ای تجمع بی مجوز برگزار می کند و در پلاکارت هایی که حمل می کند وزیر امور خارجه کشور را خائن می نامد؟ پر واضح و بدیهی است که این گونه مواجهه بسیار آشوبزا و علیه امنیت ملی است و با قاطعیت باید با آن برخورد کرد. بیم آن می رود که با دشمن و خائن جلوه دادن تیم هسته‌ای در آینده این تیم حتی امنیت لازم برای ورود به کشور و پیاده شدن از هواپیما را نداشته باشد. این حرف جماعت جام زهریه. میگن اوضاع به قدری خفنه که اگر سر بجنبونن یهو دیدی ترتیب تیم مذاکره رو دادن و حسابشون رو رسیدن. حالا یه سری هم به دلواپسا بزنیم و ببینیم تازه ترین پس کردنیشون به شیخ فری چیه. رفتارهای غافلگیرانه دولت مردم را بی‌اعتماد می‌کند. بعد از محرمانه تلقی کردن مذاکرات هسته‌ای و سپس محرمانه ماندن چگونگی حذف یارانه‌ها، اکنون گویا نوبت بنزین سهمیه‌ای رسیده است. گفتند تا 2 روز آینده سهمیه‌ها واریز می‌شود، چرا که سهمیه خودروهای عمومی واریز شده است. اما بیژن حاج محمد رضا رئیس انجمن جایگاهداران سوخت میگوید ما این دروغ را سر زبانها انداختیم چون برخوردها تند شده بود و باید کاری میکردیم تا ماجرا بالا نگیرد. هیچی دیگه، شیخ فری که مدام زور میزد تا بگه تورم از بین رفته و اوضاع گل باقالی شده، حالا خودش مجبور شده قیمت بنزین رو بالا ببره و با دست خودش بنزین بریزه رو آتیش اعصاب مردم. جان کلامی که از رو همین علامت ها میشه فهمید که وضعیت اندرونی نظام بدجوری خرابه. یعنی رود کوچیکه افتاده به جون رود بزرگه و حالا به جوکی نجو. حالا بریم یه نگاهی به اوضاع منطقه‌ای نظام بندازیم. در عراق وضع خطرناکی الان هست. سوریه هم همینطور. سوریه هم یک وضع 50-50 الان. پیش بینی میتونید ارائه کنید؟ سبزعلی رضایی معرف حضورتون هست دیگه. خودش یه جورایی حکم بادسنج نظامو داره. وقتی این میگه عراق خطریه و سوریه هم 50-50، دیگه شما خودتون تا ته قضیه رو بخونید. با این حساب یه نگاهی هم به تیغ ضرب العجل رو عمامه آخوندا میندازیم تا کلکسیون امراض ولایت تکمیل بشه. شرایط سرنوشت ساز منطقه. در شرایطی که به تیر ماه 1394 نزدیک می شویم و می رود تا نتیجه 2 سال گفتگوهای هسته‌ای ایران و 5+1 تعیین تکلیف شود، تغییرات و تحولاتی در سوریه و عراق در حال شکل گیری است.
با این راهبرد در تلاش هستند تا با تضعیف و ویران ساختن ساختار چنین کشورهایی جبهه مقاومت تضعیف شود و جمهوری اسلامی در منطقه در محاصره نیروهای نیابتی آمریکا درآید و آنگاه تن به خواسته های غرب در گفتگوهای هسته‌ای بدهد. خب حالا دوستان، اصلا دکتر موشکاپ رو بیخیال شید، خودتون بیاید قضاوت کنید. جسم ناقصی که بالا و پایین و چپ و راستش متورم شده، ولایتی که سر تا پاش تو بحران و مصیبت و درد و مرزه، راستی چشه؟ این علامت ها از چی خبر میده؟ باریکلا، اصل حرف همینه که گفتید. از روی این نشونه ها میشه فهمید که کار طرف تمومه و به قول اون ترانه رو به قبله علی گدا درازه، داره قافیه رو یه جا میبازه.